خب سلام خدمت همه همراهان وارش اسپورت، هواداران داماش. با یه قسمت دیگه از برنامه وارش تاک در خدمت شما هستیم. علیرضا تو اگه سلامی چیزی داری؟ منم سلام میکنم خدمت شما مخاطبین خوب وارش تاک. این هفته بی مقدمه شروع کنیم بحثای این هفته رو که خیلی هم زیاد هستن، یعنی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که مختصر و مفید این هفته رو به پایان برسونیم، هرچند که بحثا خیلی زیادن. واقعا از بازی قبل شروع کنیم. علی جان، شهرداری آستارا بازی بود که فکر کنم حالا تو نیمه اول ما پای بازی کردیم، شاید یه لحظاتی از بازی هم بهتر از شهرداری آستارا بود، چیزی که مربیشون تو کنفرانس اشاره کرد. البته اینم میگم بهتر، مثلا نه اینکه خیلی خطرناک بودیم، حالا مثلا توپ و میدان بیشتر دستمون بود، حالا توپ و میدان تو دستیات باشه ولی کار خاصی نخوای انجام بدی چندان فرقی نداره. ضربات توی چارچوب هم نداشتیم دیگه. آره دیگه. بعد حالا فکر کنم نیمه دوم بود، یه توپی و تو 6 قدم از دست دادیم اونا، آخرم که اتفاقی که ازش میترسیدیم افتاد، پنالتی گرفته شد برای آستارا. برای خیلی از عزیزان و از جمله خودت هم در حال این شکست قابل پیش بینی بود. ولی خب من نیمه اول دیدم گفتم شاید یه امیدی هست انگار. آره شاید این تیم میخواد فصلشو برگردونه، ولی اشتباه. ببین ما خودمونم که اونجا توی استادیوم بودیم، حتی هوادارهای آستارا هم یه چنین حسی داشتن، این نگران بودن، میگفتن تیمشون داره بد عمل میکنه، ولی خب به هر حال خب تیمشون بد عمل کرد واقعا. تیمشون بد عمل کرد، ما از اونها بدتر بود. آره ببین البته حالا یه بحثی هم هست، حالا سیامک فرانی هم که رفت به اونم خواهیم پرداخت. یعنی پوریا چند روز پیش توی این گروه ادمین های وارش اسپورت که هستیم یه مطلبی فرستاده بود، حتما خوندیم، در مورد سیستم تیم اینتر که اونام 352 هستن، اونام اتفاقا چنین مشکلاتی که ما داریم رو تو اون سطح تو دارن، یه ما که حالا جای خود داریم دیگه احتمالاً. سیستم 352 سیستم خب خیلی سختیه و باید تمام عناصرش رو داشته باشی و اصلا کلا سیستمی که سالها پیش شاید بیشتر استفاده می شده، الان سیستم‌های جدیدتر اومده، معمولا میتونن این سبک بازی رو اگه مهرهای خوب داشته باشن خنثی. یه چیزم که هست اینه که خیلی بازیکن محوره، یعنی ما بازیکن خوبی هم داشته باشیم. بازیکن‌ها باید اون قابلیت‌های خاص رو داشته باشن و متاسفانه ما الان بازیکنامون چیز مثبتی تو این 6 هفته حداقل توی اون سیستم آره. ندادن. و ببین آدم باید دیگه انعطاف پذیر باشه، بدون چه چیزی برای تیم خوب. من قبلا توی برنامه دیگه هم گفته بودم بعضی اوقات یه چیزی جواب نمیده، آدم باید انعطاف به خرج بده و دیگه نتیجه‌شو دیدیم. 6 بازی 2 امتیاز. آره به هر حال تفکرات فنی حالا سرمربیام قابل احترام هستن دیگه. شاید واقعا سیامک فرانی فکر می‌کرد که بالاخره نتیجه میگیره. باید وضعیت تیمی که زیر دستت هم در نظر بگیری. یه صحنه پنالتی هم رخ داده بود که حالا حرف و حدیث زیاد داشت، بعضی میگفتن پنالتی بود، بعضی میگفتن نبود. حالا نظر خودم رو بخوام بگم اینه که به هر حال دفاع ما نباید چنین اشتباهی بکنه که حالا بحث به اونجا برسه که پنالتی بود یا نبود. یه توپی زده شد، دستش آورد جلوی صورتش و توپ به دستش برخورد کرد، یعنی در اینکه این برخورد رخ داده شکی نیست. حالا این بحث فاصله بوده، بحث اینکه دستش باز بوده یا بسته بوده، اینجور بحثا بوده که بگه پنالتی بوده یا نبوده. فاصله نزدیک بود. خب حالا شاید اگه دستش توی شرایط دیگه بود، خب یه به آرنجی چیزی میخورد میتونستیم بگیم نیست دیگه. خب قشنگ به دستش خورد و چیزی نیست که مثلا نه آخه یه بحثی وجود داره، میگن که مثلا بازیکن‌ها برای دفاع از قسمت‌های حساس بدنشون میتونن از دستشون استفاده کنن، چنین بحثی میگفتن هست. در حال بهتره که خب به حال آدم توی هر موقعیتی دقیقاً تو محوطه جریمه دست خودش باشه و به نظر این جزء اون صحنه‌ای نیست که مثلا ما بخوایم بگیم مثلا نامردی شد و نه چی شد که میتونست باشه. میتونست باشه. نه من صحبتم حالا همینه، میگم مثلا بازیکنامون نباید این اشتباه رو انجام بدن که حالا بهونه بدن دست داور. به هر حال چیزی بود. و در پایان بازی هم که حالا تو خودت اونجا نبودی البته، متاسفانه کاش بودی و ولاگ میگرفتی از این بازی بود که حالا حیف شد. قطعا ولاگ قشنگی ازش در میومد. آخر بازی هم عملا دیگه حالا هوادارهایی که اونجا بودن، هوادارهای داماشی، یه سری اعتراضاتی داشتن و سیامک فرانی هم عملا اونجا گفت که خب باشه شما مثلا ناراضی هستید دارم میرم، که همین اتفاق هم افتاد به نوعی.
حالا در این مورد اگه نظری داری بگو، اگه نه که من یک مسئله در مورد آستارا دارم میخوام بگم. حالا ببین بعضی وقت ممکنه خب تو واقعا شاید ممکنه بهترین مربی و خیلی ما بهترین مربی رو دیدیم رفتن به یک باشگاهی، حالا توی یه تایم اشتباه، تو زمان اشتباهی رفتن، تو جای اشتباهی رفتن، به اون عملکردی که میخواستن نرسیدن، همه چیز دست به دست هم داد که اون چیزی که انتظار داشتن پیش نره. من به هر حال ما فصلی که تو لیگ 2 با سیامک فرانی داشتیم و برای هممون یادمون هست عملکرد خوبی داشت. حالا یه سری ممکنه بگن تیم بود که این مربی دیگه بس بود، من اینا رو کار ندارم. به هر حال فصل خوبی داشتیم. بعضی اوقات میبینی یه فصل خوب پیش میره، بعضی اوقات هم همه چی دست به دست هم میده که همه چی اشتباه پیش بره. به نظر من دیگه وقتش رسیده بود. در واقع موندن سیامک با تمام احترامی که بهش قائلم چیزی رو عوض نمی‌کرد و وقت جدایی رسیده بود. به نظرم خودش هم تصمیم درستی گرفت که رفت. امیدوارم هر جای دیگه میره موفق باشه، چون آدم فوق‌العاده با شخصیت و با اخلاقی. امیدوارم که انتخابای درستی بکنه دفعات بعد و هر جا میره موفق باشه. کاملا موافقم با توی آستارا در خصوص پخش بازی. علی جان حالا تو در جریان هستی و میگم که بیننده‌هام در جریان باشن. حالا ما صبح رفتیم و اونجا داخل شهر یه تصادف مختصری هم داشتیم، حالا کار نداره به این قضیه. ولی حالا رسیدیم استادیوم، اونجا عوامل تیم آستارا مخصوصا آقای محمد اشعری که روابط عمومیشون هستن نهایت همکاری رو با ما داشتن. یعنی فارغ از حالا نتیجه‌ای که رخ داده نهایت همکاری رو ما از باشگاه آستارایی دیدیم. اتفاقا به خاطر اون حرف و حدیثایی هم که بود که حالا جایگاه میهمان جدا نیست و این حرفا، یه سری داربست نصب کرده بودن و یک جای کاملا جداگانه هم برای هوادارهای ما به وجود آورده بودن. اون حالا اتاقی که اون بالا بود فلزی بود، با نردبون با میرفتیم بالا ازش لایو میگرفتیم، اونجا برق نداشت، همکاری کردن، 100 خورده‌ای سیم کشی کردن اونجا. هر جور شما حساب کنید با ما همکاری داشتن. حالا قبل از بازی من داشتم با دوستان صحبت میکردم، یه حرفی رو زدن که من خیلی واقعا بابتش دلخور شدم و گفتم به هر حال این رو من باید یه جایی بگم. ناراحت شدم بابت این حرف. گفتن که ما از صدا و سیمای استان گیلان شبکه باران درخواست کردیم که به صورت مکتوب که شما هر چقدر هزینه لازم هست ما انجام میدیم، بیاین و این بازی ما رو پوشش بدید. میگه در جواب نامه ما نوشتن که به دلیل بعد مسافت ما قادر به این کار نیستیم. حالا این قسمت دردناکش نیست. قسمت دردناکش اینه که گویا شبکه اردبیل بهشون پیشنهاد دادن به همین باشگاه، گفتن که ما آیا حاضر هستید که بیاییم و بازیاتون رو به رایگان پخش کنیم؟ و قسمت دلگرم کننده ماجرا اینه که این عزیزان گفتن که نه، ما به دلیل مسائلی که با حیران وجود داره مایل به این کار نیستیم. خودت همه چیزو گفت. دردناک این قضیه. واقعا دردناک این قضیه. چرا باید اصلا یه طوری بشه که استان مجاور بیاد حالا اصلا چنین پیشنهادی رو مطرح بخواد بکنه؟ چیز بی‌شرمانه‌ای بگه مگه خودتون لنا خوچه طلای اردبیل دارین که خودتون میرین پخش کنین؟ حالا ببین مقصر اونا نیستن، مقصر این مسئولین ما هستن. اون میخواد برنامه‌شو پر کنه. یعنی چی بعد مسافت؟ خب برید اونجا، نمیدونم از فرض کن مثلا یه زمان خب تیم آستارا بیاد لیگ برتر موقع ما بعد مسافت هر 2 هفته یک بار یه برنامه میخوایم پخش کنیم، پول هم که بهتون دارن میدن، حالا مثل باشگاه ما که نیستن. اصلا ببین همین چیز اینجا برعکسه دیگه. میگن که سراسر دنیا تلویزیون‌ها شبکه‌ها پول میدن به باشگاه، میخوام بازیتون رو پخش کنیم. پول میدیم بیا بازیمون رو پخش کنیم. اصلا دردناک من دوانی مسائل صحبت کنم. من اصلا واقعا مطلبم توی صفحه اینستاگرام خودم گذاشتم، گفتم حق مردم گیلان و مخصوصا مردم آستارا این نیست که چنین وضعیتی داشته باشن، حالا چه توی پخش چه وضعیت استادیومشون. امیدوارم که به هر حال برای تمام تیم‌های پرهوادار گیلان این اتفاق بیفته که اینجور مشکلات رو توی استادیوم‌هاشون نداشته باشن. بود مسافت 3 ساعت راه دیگه. اصلا نه، اصلا اونجا اینقدر مردم توانا داره، از همون مردم اونجا میتونن برای پخش استفاده کنن. الان اینترنت وجود داره و اصلا این حرفا نیست. خیلی هم اینترنت ورزشگاهشون اتفاقا خوب بود. نه بهانه‌های واهی دیگه نمی‌خواستن پخش کنن، تبدیل به ویدیو بشه. آره. بگذاریم از این بازی.
خب بعد از بازی حالا جدایی سیامک فرانی رو داشتیم و البته کادرش مطرح شد که آقای ناصر زحمتکش صاحب امتیاز داماش با علی نظر محمدی صحبت کردن که الان هم اومده در حال تمرین دادن تیمه. خب هوادارهای ما خیلی مسئله داشتن دیگه با آقای نظر محمدی، تو کامنت هم دیدیم حالا به خاطر مسائل گذشته، ولی اصلا فارغ از این قضیه که اصلا هوادارها مسئله داشتن نداشتن، حالا هر چیزی که بود، حالا این قسمت رو فعلا بذاریم کنار. یه بحثی که الان هوادارها به شدت بابتش نگران هستن اینه که خب آقای نظر محمدی و کادرشون رو آوردید، چندین میلیارد احتمالاً قراره که قرارداد ببندید باشون، بعد دو فردای دیگه اگر یک مالک دیگه ای اومد یا پرونده حقوقی مالکیت رو اگر اون گروه دیگه بردن، اون موقع تکلیف این هزینه‌ها چی میشه؟ این نگرانیه که الان به هر حال هوادارا دارن. حالا کامنتی اگر در این مورد داری بگو که بعد این بحث رو بتونیم ادامه بدیم، چون بعدش هم که رفتیم و حالا با مدیر کل ورزش و جوانان هم صحبت کردیم در ادامه. اگه بحثی در مورد علی نظر محمدی فعلا نگهش می‌داریم. آره فعلا آره. اما خب ببین الان تو چند روز اخیر، همون روز بازی بود فکر کنم، حکم داوری اومد در مورد قضیه مالکیت داماش و حکم به نفع آقای نعیمی پور داده شد. حالا ما چه بخوایم هر کسی اهلیت این شخص رو ثابت کنیم، نکن بگیم حالا توانایی مالکیت داره، الان حکم به نفع ایشون اومده، درسته؟ بله. پس عملا در حال حاضر مالکیت با کی؟ آقای نعیمی پور. خب نه، این دقیقاً اینجوری هم نیست. ببین الان امتیاز به نام آقای زحمتکش، امتیاز، لایسنس، مجوز، خب و از نظر حالا تو جلسه‌ای که با جناب جهانبخش آرمان داشتیم، مدیر کل ورزش و جوانان، حالا فیلمش هم همینجا هست و سعی می‌کنیم اینجا بذاریم این برا که هوادارا اگر ندیدن ببینن. صحبتی که مطرح شده اینه که از نظر اداره ورزش و جوانان نظر قانونه که مهمه. و قانون چی میگه؟ قانون میگه که کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باید رأی بده که این رأی هنوز توسط این کمیته داده نشده. پس قانونی بخوایم حساب کنیم در حال حاضر ناصر زحمتکش مالکه، هرچند که مالکیتش خورده متزلزل شده. آره و حالا اون قاضیشون هم به هر حال اون کسی که قرار بوده بین پروندهشون قضاوت کنن، حکم رو به سود آقای نعیمی پور داده. خب میگم به هر حال حکمی که فعلا اومده کفه ترازو رو به سمت آقای نعیمی سنگین‌تر کرده. پس ما باید عملا منتظر باشیم حکم نهایی بیاد و در حال حاضر به نظر این یک کاری که بیشتر شاید میخوان حالت وقت بیشتر گرفتن از سمت مالک فعلی داماشه و به نظر من فعلا تیم میتونست با کمک مربی با شخصی فعلا ادامه بده تا وضعیت مالکیت مشخص بشه. این اتفاق فقط ضرر بیشتر داره به لحاظ مالی، به لحاظ بعد اینکه تیم منتقل میشه چه هزینه‌هایی بعداً دوباره منتقل میشه به مالکیت اگه حالا قرار باشه منتقل بشه البته. و به نظر من در حال حاضر میتونستن دست نگه دارن. حالا آقای جهانبخش آرمان هم تو اون جلسه گفتن قراردادی ثبت نمیشه تا این تکلیف مالکیت مشخص بشه، ولی خب یالا خودمانیم دیگه، آقای نظر محمدی و کادرش بدون قرارداد که نمیاد. حالا ممکنه قرارداد رسمی ثبت نشه ولی اینکه تعهدات مالی ایجاد میشه در حال من فکر نمی‌کنم شکی توش وجود داشته باشه. یعنی دو تا بحث جدا این قضیه به نظرم. دقیقاً. حالا ما نمی‌دونیم مثلا از تیم بعثت تونست فسخی بگیره، چجوری میگن 2 روز دیگه تیمشون بازی داشت. تا یکی از اون عوامل بعثت هم پیج ما رو تگ کرده بود. گفته بودن که آقا اینطوری شده، یه مطلبی زده بودن که این کار بی اخلاقیه. من بندای قراردادشون رو با بعثت نمیدونم، شاید مثلا چنین بندی داشته باشن که اگر من پیشنهاد از لیگ بالاتر داشتم بتونم فسخ کنم. من نمیدونم، من بی اطلاع هستم و بدون اطلاع خب نمیشه نظر داد، ولی چنین واکنش‌هایی به هر حال از سمت اون تیم هم وجود داشته. 100% و خب اگه این اتفاق اونجا افتاده ما بعیدم نیست دوباره جای دیگه هم بیفته. امیدوارم هر چی از ختم به خیر بشه، ولی میتونیم الان بحث رو به سمت علی نظر ببریم. بس در مورد اون جلسه که خیلی زیاده، بحث هم زیاده، حالا ولی کامنتی داری بذار که ما بحث رو بتونیم ادامه بدیم. ببین در مورد علی نظر محمدی دیگه هم باش آشنایی داریم، کسی بود که سالیان سال تو تیم ما بازی کرد، کاپیتانمون بود،
بعد کمک مربیمون شد تو لیگ برتر. تو روزهای آخری که تو لیگ برتر بودیم سرمربیمون بود، تلاششو کرد اما تیم افتاد و اونم شاهد بودیم که وقتی فصل بعدش داشتیم برای لیگ 1 آماده می‌شدیم، وقتی خب هیچ کسی اصلا هیچ سراغی از دماغش نمی‌گرفت، یعنی تیم فراموش شد و حالا داشت تیمو تمرین میداد، نفرات رو جمع می‌کرد و انصافا تیم خوبی رو تمرین داد. یعنی یکی از به نظر من تمرین دهنده‌های خوبیه. اینو نمیتونیم انکار بکنیم. حالا اتفاقاتی افتاد، آقای عابدینی کنارشون گذاشت قبل اینکه فصل شروع شه، دیگه اونا کار نداره، رفت به یه تیم دیگه و به موفقیت‌های خوبی رسید. اما بعد اون دیگه صحبت‌های مطرح کرد که حقیقتاً دل هواداره داماش به درد آورد. ما به هر حال باید اینجا تو جایگاهی هستیم که حرفای هواداره داماش رو باید انتقال بدیم دیگه. به نظر من آقای نظر محمدی باید در مورد یه سری مسائل، در مورد یه سری حرف قبلا زده توضیحاتی ارائه بده، چون مثلا الان میاد برنامه‌ای که کلی بیننده داشت، یادت هست بعد اینکه اون تیمش صعود کرد بود به لیگ برتر، خود ما لیگ 2 بودیم، فایده‌ای نداشت اصلا صحبت بکنه مثلا بگه تیم ما نمیدونم تا فلان لیگ رفت، فلان لیگ استان رفت و اینا، اسمش عوض نشد. حالا این تیکه پروندن به تیمی که از قبل خودش پایین‌تر بود در اون لحظه هیچ ضرورتی نداشت و این کار رو یه بار هم انجام نداد، به دفعات توی فصول بعدی هم انجام داد و از اون نتیجهش هم دیدیم. الان فصلی که با ما روبرو شد با 2 تا تیم در مقابل ما قرار گرفت، با هر 2 تا تیمش در مقابل داماش شکست خورد تو لیگ 1 و یکیش هم منجر به برکناریش شد. شاید حالا چون چنین افکاری رو هم داشت واقعا نتونست رو بازی خود تیمش تمرکز کنه شاید. و البته الان می‌بینیم همون تیمی که سنگش به سینه میزه الان به جایی برگشته که بهش تعلق داره. در هر صورت امیدوارم که بتونه با عملکردش، حالا با هر کار دیگه‌ای، از دل هوادار داماش در بیاره. ببین علی، در مورد صحبتایی که کردی من چند تا نکته رو باید بگم. یکی این که همونجوری که خودت اشاره کردی ما باید بحث‌های فنی و اخلاقی اولا که از هم تفکیک بدیم. 2 تا بحث جدا هستن به نظرم. دوم این که تو همون بعد بحث اخلاقی و فنی مثلا بعضی از هوادارا میان میگن که به غیر از این مواردی که رو بهش اشاره کردی، میان میگن چرا مثلا مقابل تیم ما داشت بازی میکرد حنجره‌شو داشت پاره میکرد، چرا داشت جوش میزد. به نظرم این صحبت‌ها درست نیستن. ببین تو مقابل هر تیمی هستی باید نهایتش تو بذاری. آره تیمت تلاش کنی، باید هر چی داری بذاری. این ایرادی نداره. حتی مثلا میگن بازیکنایی که دماغش خاص جذب کنن رو خودش پیشنهاد میده. این استراتژی نقل و انتقالات، من به اینم نمیتونم ایراد بگیرم. حرفایی زد که ضرورتی نداره. من حالا همینو میخوام میگم این مباحث رو باید اصلا تفکیک کرد. یعنی ما این ور قضیه رو میگیم، اون ور قضیه هم باید بگیم. و سوم این که به هر حال از آقای علی نظر محمدی اینجا نام برده شد و اگر مایل باشن و توضیحاتی داشته باشن در همین خصوصی که در موردش صحبت کردیم میتونن تشریف بیارن اینجا و صحبتاشون رو حالا مطرح کنن، هواداران به هر حال بشنون صحبتاشون رو در این موردهای خاصی که ما مطرح کردیم. ما نظرات رو خوندیم، واکنش‌ها رو دیدیم. این حس بد هنوز توی هوادارهای داماش وجود داره، باید یه سری مسائل شفاف سازی بشه. یه مورد دیگه هم بخوام عرض کنم، حالا نمیدونم جنبه دفاع پیدا میکنه، جنبه تخریب پیدا میکنه، یه حقیقتی که وجود داره اینه که ایشون حالا با هوادارهای تیم ما وقتی میان صحبت میکنن در مورد اون یکی تیم صحبت میکنن، یعنی اونا فلانن بسیارن. شنیدیم با هوادارهای اون تیم میرن صحبت میکنن در مورد هوادارهای ما میگن که اینا فلانن بسیارن. خب این خبرها به هر حال منتشر میشن دیگه. به نظر من اصلا جدا از این که آدم بخواد با حرفی دل کسی رو به دست بیاره، باید با عمل کردش به دست بیاره. نیاز به این نداره که تو یه سری حرفایی بزنی که یه جمعیتی که میدونی خوششون میاد از خراب کردن یه نفر دیگه مثلا با این روش پیش اونا درست نیست واقعا. آره و البته میدونی که اونا تنها افتخار مثلا همینی که نه مثلا حالا بخوام یک مثال دیگه رو حالا نام ببرم اسم بیارم، مثلا آقای آقازاده همیشه بودن اومدن گفت آقا من 2 تا تیمو دوست دارم. واضحه. من 2 تا تیمو دوست دارم، هم این تیمو دوست دارم هم اون تیمو دوست دارم. به درست یا غلط بودن این ایده کار ندارم. هر کسی یه جور هوا. آره ولی صریحه میاد میگه من اینطوریم یا خیلی دیگه. این به نظرم خیلی قابل احترام تره تا اینکه
حالا رفتار اصلا میگم دیگه ای داشته باشیم. اینجور حرکات پوپولیستی ضرورتی نداره. خب بریم بحث بعدی بریم. خب در مورد جلسه با مدیر کل ورزش و جوانان آقای جهانبخش آرمان صحبت کردیم. افراد خیلی زیادی هم اونجا بودن دیگه. آقای مهدی آقازاده بودن، آقای نظیفکار بودن، آقای ورزلوس بودن، خیلی از چهره‌های مختلفی بودن اونجا. حالا آقای نظیفکار هم گفتش که من برنامه وارشتا که شما رو تماشا میکنم، از همینجا یه سلامی میکنیم بهشون. گفتن که شما چرا کلاه میذارید؟ چون کشل. این برنامه حالا استثنا نداشت. درخواست ایشون آره گفتیم ما کلاه نذاریم. آره این برنامه کم تنوع باشه، مرتب هر برنامه یه جور باشه میگن حالا تکراری. از برنامه بعد آره ما دوباره برمیگردیم رو روال کلاه گذاشتنمون. بقیه صحبتام که اونجا کردیم تو جلسه آقای فرهاد خراسانی هم بودن که وکیل زبده‌ای هست در حوزه ورزشی. ما قراره که یک مکالمه تلفنی هم با ایشون داشته باشیم. من یک کاتی میزنم بریم این مکالمه تلفنی رو بشنویم و دوباره با هم برگردیم. سلام و عرض وقت بخیر خدمت جناب فرهاد خراسانی هستیم از پیشکسوتان ورزشی و حقوقی، وکیل زبده دادگستری و از قدیمی‌های فوتبال گیلان. جناب خراسانی سلام عرض می‌کنم. سلام آقای احمدی، حالتون خوبه ان شاءالله. امیدوارم که در خدمت شما باشم با سوالاتی که می‌فرمایید و هم یک سلامی هم داشته باشم خدمت هواداران خوب برنامه شما و هواداران همیشه پرشور باشگاه داماش گیلان. ممنونم از شما. حالا در خصوص وضعیت حقوقی باشگاه داماش گیلان بیشتر می‌خواستیم با شما صحبت کنیم. حالا یک بخشی از صحبت‌های شما رو دوستان در جلسه‌ای که بین هواداران داماش و اداره ورزش و جوانان برگزار شد شنیدن. حالا اگر یک توضیح بدید که وضعیت داماش الان به چه شکله ممنون میشم. خواهش می‌کنم. از حضورتون قبل از که وارد پاسخ به سوال شما باشم، من در جلسه‌ای که در خدمت برنامه 11 در صدا سیما بودن و همینطور جلسه‌ای که خدمت شما در دفتر مدیر کل ورزش بودم، من باید عرض کنم که یک دستور عملی رو سال 94 یا 96 بود که فدراسیون فوتبال به هیئت‌ها ابلاغ کرد، علل خصوص در رابطه با اینکه اگر باشگاه‌ها مالکینشون میخوان باشگاه رو امتیاز باشگاه رو واگذار بکنن به یک شخص دیگری، باید بر اساس مفاد و مندرجات این دستور عمل باشه. این دستور عمل سالیان پیش به هیئت فوتبال ابلاغ شده و هیئت فوتبال باید در موارد مشابه و چنین مواردی قبل از اینکه طرفین فروشنده و خریدار بیان باشگاه رو به هم دیگه منتقل کنن، این دستورالعمل رو باید جلوشون میذاشت، میگفت آقا شما باید این رو باشگاه رو باید مطابق این دستورالعمل منتقل کنید. چرا؟ به این خاطر این دستورالعمل میگه که آقای خریدار، آقای فروشنده، شما اگر میخواید این باشگاه رو بفروشید به هم دیگه باید بیع قطعی باشه، به معنی خرید و فروشه. بله. باید قطعی باشه. شما نباید شرط فسخ بذارید که اگر چک اول پاس نشد این قرارداد فسخ میشود و از دوباره باشگاه برمیگرده به خود فروشنده. خب بله. این باعث بی‌نظمی در فوتبال کشور خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه خریدار میاد تیم از مالک میگیره، میاد سرمربی انتخاب میکنه، بازیکن انتخاب میکنه، مدیر عامل انتخاب میکنه، بعد چکش پاس نمیشه، از دوباره باشگاه برمیگرده به فروشنده، اون فروشنده میاد اون مربی رو عوض میکنه، اون مدیر عامل عوض میکنه، اون بازیکن عوض میکنه، دوچار سردرگمی میشه این باشگاه. طرفدار به این چیزا کار نداره. ما چی رفتی داره که مالک کی است؟ طرفدار فوتبال میخواد، طرفدار تیم خودش رو میخواد. ما میگیم فلانی مالک، یکی نمیدونم مدیر عامله، ولی مالک اصلی این فوتبال ما این طرفدارا هستن. اینو دیگه نمیشه دیگه پنهان کرد از موضوع اصلی خودمون. بله. خب از موضوع شما بعد موضوع بعدی که من باید پاسخ بدم این که بحث داوریه که در رابطه با قراردادی که بین آقای ناصر زحمتکش به عنوان فروشنده و آقای نصیر نعیم‌پور به عنوان خریدار منعقد شده بود.
در این قرارداد اشاره شده بود که چنانچه در صورت بروز اختلاف به داور مرد طرفین موضوع اختلاف ارجاع داده می شود. خب بله. من قبل از اینکه وارد ماهیت بحث این داور بشم باید یک توضیح کامل هم بدم که فدراسیون بارها در اساسنامه و بندهای مواد اساسنامه و آیین‌نامه‌هایی مثل آیین‌نامه نقل انتقالات بازیکنان، آیین‌نامه دادرسی تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بارها اعلام کرده که آقای اعضای فدراسیون فوتبال که شامل باشگاه‌ها، مربی‌ها، بازیکنان، داورها و همه همیشه شما حق ندارید دعاوی خودتون رو خارج از فدراسیون در مرجع دیگری تر بکنید. مثلا آقای بازیکن با باشگاه اگر در قرارداد خودتون اختلاف حاصل شد، مرجع صالح رسیدگی به اختلاف شماها کمیته وضعیت فدراسیون فوتباله. نه داور مرجع طرفین یا دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان محل امضای قرارداد. بله. منتهی مراتب این دو باشگاه، این دو مالک عزیز ما و همچنین هیئت فوتبال ما با علم بر این که این موضوع بارها در اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها متذکر و تاکید بر اون شده، باز هم رفتن دعوای خودشون به داور ارجاع دادن که همکنون می‌بینید که باز هم مشکلات باشگاه نباشه، نه اینکه کمتر شده بلکه بیشتر هم شده. جناب خراسانی، من حالا صحبت شما رو اینجا قطع میخوام بکنم چون یک سوالی پیش میاد. جناب ساداتی که حالا داور این دو عزیز هستن گویا خودشون هم یک سمتی به هر حال دارن، اون سمتشون اینجا در داوریشون هیچ نقشی نداره، یعنی به عنوان یک فرد حقیقی محسوب میشن؟ والا من خیلی خوشحالم که سوال شما بسیار تخصصی و خیلی هم چالش برانگیز بود. این که من دیروز با آقای ساعتی از همکار خوب و فرهیخته خودم که جلسه 2-3 ساعتی با هم داشتیم، من این موضوع رو به ایشون اشاره کردم و ایشون هم ضمناً قبول کردن این موضوع رو. نگاه کنید در بند 2 ماده 7 آیین‌نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، خب بله، میگه اومده کلیه اعضای قضایی هم از کمیته اخلاق، کمیته استیناف و کمیته انضباطی، میگه در هیچ سطحی در هیچ موضوعی حق همکاری با هیئت‌ها، لیگ‌ها، باشگاه‌ها ندارن، حتی نمیتونن با آنها چیکار بکنن؟ مشاوره هم بدهند. یعنی اینا یک کمیته‌های اعضای این کمیته اعضایی هستن که مستقل باید باشن از باشگاه‌ها و لیگ‌ها و هیئت‌ها. متاسفانه دوست همکار ما هم از نظر من برای کمک به تسریع در کار این دو عزیز خریدار فروشنده اومدن داوری اینها رو قبول کردن، ولی مطابق قانون نمیتونستن به داوری عرض به حضور شما اینکه این دو عزیز بپردازن. حتی بله. این دوستان ما اگر وکیل دادگستری هم باشند حق همکاری با هیچ باشگاهی رو به عنوانی که وکالت اینها رو در دادگاه بهده بگن رو ندارن تا این درسته. خب پس این حالا موضوع رو پیچیده‌تر هم میکنه دیگه. حالا شما صحبتاتون رو ادامه بدید. آره، ولی اینکه ما حالا این یک تخلف شاید گفتن اساسنامه آیین‌نامه‌ای بوده که به هر حال این مرجع محترم اخلاق هیئت فوتبال گیلان دوست خوبمون آقای ساداتی شاید یک تخلف مثلا اساسنامه‌ای باشه، ولی در ماهیت امر خلالی به این داوری وارد نمیکنه، مگر اینکه خود فدراسیون که بارها در اساسنامه اعلام کرده که کلیه دعاوی باید در خود کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال مورد رسیدگی قرار بگیره. بله صحیحه که حالا یک نامه‌ای هم گویا از اداره ورزش و جوانان زده شده و ازشون خواسته شده که این داوری رو انجام بدن، درسته؟ نه، داوری رو که خود خریدار فروشنده، نه، در اون حکم نهایی که در واقع حالا باید بیاد دیگه، که جناب آرمان هم فرموده بودن که تابع همون هستیم. از حضور شما اگر بحث این که در جلسه‌ای که با آقای آرمان دیروز داشتیم که ایشون اشاره به یک نامه‌ای کردند، بله. این موضوع رو من قبلا در برنامه 12 در صدا سیمای گیلان عنوان کردم که طرفین اختلاف باید دعوا و حل اختلاف خودشون رو به فدراسیون فوتبال ارجاع بدن.
ارجاع بده. همونجوری که اگه خاطرتون باشه چند سال پیش ما دعوایی داشتیم با باشگاه اروند خرمشهر بله. که من به اتفاق مدیران وقت باشگاه داماش تقریبا یه 10 روز تو تهران موندیم، هر روز تو فدراسیون بودیم تا این مشکل رو از طریق کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال حل بکنیم. بله. خب منتهی مراتب اینجا هم حالا من همیشه به عنوان یک شهروند عادی همیشه به این فوتبال و این باشگاه سپیدرود یا داماج همیشه هر وقت از من خواستن اومدم کمک کردم. یعنی ساده‌تر به شما بگم که همیشه تو مراسم سوگواری من دعوت می‌کنم ولی تو مراسم عروسی هیچ وقت ما نیستیم، هیچ گله هم نداریم. به هر حال من بازیکن هر دو تیم بودم، مشاور حقوقیشون بودم، هم فضای فوتبال میشناسم، هم یک فرد رسانه‌ای هستم، هم بله. خدا رو شکر به عنوان وکیل در خدمت این فوتبال هستیم. منتهی هیچ وقت نیومد از ما نپرسیدن که مثلا آقا ما چیکار بکنیم، کارهای خودشون انجام میدن، خرابکاری که میشه بعد میگن فلانی برو به ما کمک کن. ما هم همیشه بدون هیچ توقعی اومدیم به این فوتبال، به شهر خودمون کمک کردیم. اما منظور آقای آرمان این بود از تنظیم یک نامه، بله از من خواستن که شما بیا این قسمت رو به ما کمک بکن. ما هم یک نامه ای رو برای فدراسیون فوتبال دیروز آماده کردیم برای کمیته وضعیت که آقا این اتفاق تو شهر ما افتاده، این دابازی، این اختلاف به داوری ارجاع شده، داور رأی خودش رو صادر کرده به نفع یکی از طرفین، طرف دیگر آمده ابطال رأی داور رو خواسته. این پروسه بخواد تا حکم قطعی پیش بره 1 سال طول میکشه. خب باشگاه نمیتونه بدون مالک باشه. بله. کی باید اینجا از نظر فدراسیون کی مالکه؟ سوال دومی که ما از کمیته وضعیت خواستیم به اصطلاح پاسخ بده که کدام مرجع صالح به رسیدگی است. البته ما که میدونیم کمیته وضعیت فدراسیون صالح به رسیدگی است، اما می‌خواستیم برای یک بار برای همیشه فوتبال آگاه باشه که منبع در موارد مشابه خب بله. مشخص باشه که اگر طرفین با هم اختلاف پیدا کردن کدام مرجع صالح به رسیدگی باشه، دیگه دنبال شک و شبهه‌ای نباشه. من دیروز نامه رو آماده کردم و احتمال زیاد فکر کنم امروز ارسال شده باشه برای فدراسیون. درسته. تا اینکه پاسخ نامه بیاد و این تکلیف بعدی مشخص بشه. درسته. فکر می‌کنی که حالا این پاسخ کی در واقع میاد؟ جان احمدی نگاه کنید، پاسخی که میاد به هر حال نیاز به پیگیری داره از سوی حالا هیئت فوتبال و طرفین اختلافی خود اداره کل ورزش. به هر حال چون یک موضوع حقوقی است اونم با هیئت تمام جوانب رو بررسی بکنن، بخوان نظر قطعی و نهایی خودشون یا نظر مشورتی خودشون رو برای ما ارسال بکنن. درسته. در حال الان هوادارا حالا به هر حال دلمشغولی و نگرانی دارن. پیش بینی شما از این وضعیت چیه؟ فکر می‌کنید که این وضعیت چه روالی رو طی می‌کنه در حالا هفته‌ها یا ماه‌های آینده؟ سوالی خوبی پرسیدید. نگاه کنید احمدی، نگاه کنید داور خب بله. رأی خودش رو حالا چه درست چه غلط خب صادر کرده و به نظر من با آقای تبریک بگم با آقای ساداتی که با این که در کمیته فوتبال مشغول به کار هستن، ما انتظار داشتیم که ایشون رأی رو به نفع آقای زحمتکش صادر بکنن که به هر ارتباط و مراوضات بیشتری با هیئت فوتبال دارن، ولی برخلاف نظر انتظاری که ما داشتیم و درست هم بود ایشون اومدن رأی رو به نفع آقای نصیر نعیم‌پور صادر کردن. بله. خب یعنی میخوام بگم که اگه بخوام یک مثال فوتبالی بزنم میگم آقای نصیر نعیم‌پور بازی رفت و یکی از آقای زحمتکش بردن، بازی برگشت رو حداقل 1 سال دیگه باید نتیجهش رو منتظر باشیم که کی برگزار میشه و چند برگزار میشه. درسته. ولی با توجه به اینکه داور رأی خودش رو صادر کرده به نفع آقای نعیم‌پور، ما باید فعلا مالکیت رو به اختیار آقای نعیم‌پور قرار بدیم تا حکم قطعی فدراسیون فوتبال یا حکم قطعی دادگاه تجدید نظر صادر بشه. اما متاسفانه من شنیدم که با توجه به اینکه داور رأی خودش به نفع آقای نعیم‌پور صادر کرده، باز هم هیئت فوتبال در شک شبهه است. درسته. از مالک باشه کی باشه، ولی ما نمیتونیم از قانون عدول بکنیم، از رأی داور که به عنوان قاضی تحکیم هست بخوایم برخلاف رأی داور بخوایم نظر دیگر اعمال بکنیم که یک تخلف فاحش و آشکار است. درست. من حالا اگر بخوام مسئله رو ساده کنم، حالا نمیدونم شما صحبت من رو تایید میکنید یا نه، من مطرح میکنم شما لطفا بفرمایید. یعنی در واقع تا حالا اون 1 سال آینده که به نظر شما نظر قطعی میاد،
بنا به نظر هیئت فوتباله که باشگاه دست کی باشه؟ یعنی فکر می‌کنید به این شکل پیش میره؟ نگاه کنید، ما به عنوان حالا یک فرد مسئول یا یک مثلا مدیر فوتبالی، مدیر متولی فوتبال، رئیس ورزش استان، به هر حال نگاه کنید ما همه اگر قانون مطلوبه باید مسئولین همه قرار بگیره. اگر مبنای ما قانون باشه آقای نعیم‌پور باید به مالکیت خودشون ادامه بدن تا حکم قطعی بیاد. درسته. خب ولی در غیر این صورت دیگه من نمیتونم بیشتر توضیح بدم، دیگه اون رو قضاوت باید بزنم به عهده اهالی فوتبال و طرفدارا و مسئولین دیگه. درسته. ممنونم از شما، زحمت کشید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر هر توضیح یا نکته دیگه هم هست که ما در خدمت شما هستیم. من فقط متاسفم، نگرانم و ناراحتم که چرا ما وقتی که فدراسیون فوتبال برای ما تعیین تکلیف کرده، همه چیز رو آماده در اختیار قرار گذاشته، یک دستورالعمل 13 ماده‌ای 1 صفحه و نیمی رو اگر ما مطالعه می‌کردیم یا میدادیم دست این خریدار فروشنده، خب تکلیف مشخص بود و باید این بیع قطعی بود. اگر این رو انجام میدادن اصلا ما مشکل نداشتیم. خب صحیح. مشکل ما الان نگاه کنید، مردم همه فکر کنن که باید پوله. نه، مشکل ما چرا پول شرط لازم هست اما شرط کافی برای باشگاهداری ما نیست. خب ما مشکل بیشتر مدیریتی داریم تا مالی. بله. اگر ما اینها رو بخوایم حرکت در مسیر درستی قرار بدیم هیچ وقت این مشکلات برای فوتبال ما به وجود نمیاد. من خواهش میکنم من از شما طرفدارا هم درخواست میکنم که فقط به فکر مربی و بازیکن اول فصل نباشید. کی اومد کی رفت، کی امضا کرد کی امضا نکرد. بزرگترین مشکل فوتبال ما مسائل حقوقیه که 100% فوتبال ما رو احاطه کرده. اگر بخوان طرفدارا هم به مسائل حقوقی باشگاه هم حساسیت نشون بدن، هیچ وقت باشگاه ها مدیراش به خودشون جرئت نمیدن که برن تو یک نمیدونم لابی یک هتلی، نمیدونن تو یک دفتر اختصاصی برای خودشون 4 نفر آدم غیر حقوقی بشینن در رابطه با فوتبال یک استان ازشون بخوان تصمیم گیری بکنن، قراردادهایی بنویسن که از نظر ما شاید به اندازه یک بسته نمک یک بسته آدم هم ارزش حقوقی نداشته باشه. که متاسفانه تو این چند سال ما بارها از این موارد رو مشاهده کردیم و هر وقت هم به گره خوردن اومدن تا سطح وکیل و مشاور حقوقی و حقوقدان. اینها باید پیشگیری قبل از درمان بکنن، باید اول بیان با وکیل صحبت بکنن، قرارداداشون رو تنظیم بکنن، بعد برن دنبال بازیکن و مربی حالا مدیرانش کنن. منتهی مراتب فوتبال ما برعکس همه جا داره عمل میکنه، همه کارا رو انجام میدن، خرابکاری که میکنن میگن که خراسانی بدو که بعد خیلی خرابه. ممنون از شما، زحمت کشید که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. هوادارم فکر میکنم که از صحبت‌های شما استفاده کرده باشن. خواهش میکنم، زنده باشید. ممنونم. بفرمایید، ان شاءالله موفق و مؤید. خب شنیدیم صحبت‌های فراد خراسانی رو، صحبت‌هایی که البته یک بخشیش رو توی همون جلسه‌ای که هوادارامون با مدیر کل ورزش و جوانان داشتن شنیده بودیم. به هر حال امیدواریم که هر چه زودتر این پرونده به سرانجام برسه و داماش به هر حال از این وضعیتی که داره، این وضعیت سردرگمی که در واقع داره در بیاد. برسیم به بازی با خلیج فارس ماشر. علی جان که تو عزودی هم داریم، به هر حال بعد 6 هفته هفتمیم دیگه. آره بعد 6 هفته ناکامی حالا با یه سرمربی جدید با خلیج فارس. خلیج فارس تیمیه که خیلی بد شروع کردیم فصل، اولین بازیشو 4-1 باخت، اصلا نتایج بدی گرفت، تقریبا همسایه ما بود تو پایینای جدول، تا اینکه هفته پیش سایپا رو تونست 2-0 ببره. سایپا صدرنشین بود و شاید این آغاز روند مثبت باشه برای این تیم، مشخص نیست. اما من نظرم روی اینه که با توجه به حالا تغییر مربی و اینا شاید تیم دچار یه تحولی بشه و احساس میکنم این بازی به نفع داماش تموم میشه و شاید الان این بار نوبت برد ما باشه بالاخره بعد 6 هفته و به نظر من پیش بینی من اینه که داماش این بازی رو میبره، حالا 1-2 تو همین مایه. حالا من یه سوال دیگه میخوام ازت بپرسم. به نظرت فارغ از این که ما میبریم میبازیم هر چی که میشه، به نظرت توی روال بازی گلی میزنیم؟ شاید
به نظرم آره. تو روال بازی میتونی گل بزنی. بستگی داره دیگه، حالا آقای نظر محمدی از چه سیستمی میخواد استفاده سیستمش بکنه. معمولا 4-2-3-1 دیگه. حالا بازیکنای مناسب این سیستم داریم دیگه، نداریم؟ ببین الان یه بحثی بود این که مثلا ما تو بازی قبلی زیاد سانت میکردیم، زیاد فکر مثلا ضربات شروع مجدد و اینا بودیم، ولی واقعا مهرش رو نداشتیم برای استفاده از این سیستم. من به نظر با وضعیت فعلی که داره داماش یه خورده بیشتر زمینی کار کنه شاید به نفعش باشه. من نمیدونم آقای نظر محمدی با چه سیستمی بازی میکنه، چه جور سبک بازی میخواد پیاده کنه. به نظر من این بازی میتونه به نفع داماش تموم بشه. باید ببینیم تیم با توجه به اتفاقاتی که هفته‌های اخیر افتاده، حالا اعتراضاتی که تو بازی با باول شد، بازی با آستارا شد، اینا تمام مشکلات مالکیتی و اینا، باید ببینیم چه واکنشی نشون میده و مسلما دیگه اگه داماش میخواد فصل خودش رو نجات بده نمیتونه بیشتر از این درجا بزنه. به این دفعه آخر که ما دقیقاً چسبیده بودیم به کف جدول، زمانایی که حتی میافتادیم هم میفهم به کف نچسبیدیم. زمان آخرین بار کی بود؟ همون 94 95 بود. ما فکر کنم بازی به شهرداری اردبیل رو باختیم تو لیگ 1 تو اردبیل، بعد داماش رفت تو ته جدول، اونو یادمه. و خب اون فصل رو سقوط کردیم، خود میدونید تیم یکی مونده با آخر شدیم، آخرش آلمیون هرمزگان از ما پایین طرف. بعد اینکه آره خب اونو ما دیدیم اون حالت وسطای فصل بود، حالا اول فصل هنوز جا برای جبران هست و با تا دیر نشده تیم به خودش بیاد. من در کل میگم به این داماش امسال امیدوار، البته است نه امیدوار نه به معنی مثلا چیزا جایگاه خوب سود فلان، نه، ولی اینکه به سمت سقوط نره. خب من امیدوارم بهش، من فکر میکنم که وضعیتش بهتر میشه داماش. همه چیز به اینم بستگی داره که خب میگم بحث مالکیتی البته مهم هست دیگه، مثلا آره دیگه خیلی حاشیه ایجاد شده، باید همه تلاش کنن که حواشی کمتر بشه و اون چیزی که به نفع داماش اتفاق بیفته. باید وایسیم ببینیم حکم نهایی چیه، به هر حال بین کمیته تعیین وضعیت چه تصمیم میگیره و بالاخره ما بتونیم تکلیفمون مشخص باشه با خیال راحت‌تر به مسابقاتتون. در مورد پخش بازی هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که ما سعی می‌کنیم مثل هفته‌های گذشته بازی رو حتما از یوتیوب پخش کنیم، از اینستاگرام هم سعی می‌کنیم که این بازی رو پخش بکنیم و فقط من ازتون مجددا خواهش می‌کنم که تشریف بیارید توی یوتیوب، ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو از توی یوتیوب ببینید، چون واقعاً کیفیت پخش توی یوتیوب خیلی متفاوت با اینستاگرامه. اینستاگرام علی جان کیفیت رو پایین میاره، قطع و وصل میشه، اونجا کامنت و فلان میاد جلوی تصویر رو میگیره، امکان زوم کردن نداره. توی یوتیوب هوادارا میتونن زوم کنن. من واقعا نمیتونم درک کنم دوستانی رو که میان از اینستاگرام میبینن. من پیشنهاد میکنم که بازی رو از یوتیوب ببینید، ولی بازم عرض میکنم ما به احترام هوادارانی که بازی رو تمایل دارن که از اینستاگرام ببینن کماکان پخش توی اینستاگرام رو ادامه میدیم، هرچند که این جریان برامون هزینه مالی هم همیشه داره. به حال خانه‌ها آدم باید واسه ببینه که یه سری چیزا مثل همین یوتیوب و اینا کم کم توی جامعه جا بیفته دیگه. حالا فعلا همه بیشتر با اینستاگرام آشنایی دارن، عنوان شبکه اجتماعی و پیام رسان و همه چی مثلا با هم و بازخورده طبیعتا اونور بیشتره. ولی خب بخوایم به لحاظ مزیتی هم بگیم، ببین جفت یوتیوب و اینستاگرام جفتشون فیلترن دیگه، فرق خاصی نداره. باید ببینی کدومش کیفیت بهتری داره. ما کیفیت بهتر که قطعا یوتیوب داره. الان در مورد پخش زنده و اینا میگیم، الان تو بیا پوستر بازی بیاد تو گروه دوباره سچان رو میگن آقا شبکه باران پخش داره. این داستان هر هفته. آره هر هفته کلی دایرکت و پیام و اینا میگیریم که بازی از دوستان واقعا اگر بازی از شبکه باران پخش بشه خب ما می‌نویسیم دیگه. نه اصلا ما مشکل نداریم که بخوام چیز کنیم، مثلا خودمون رو آزار بدیم. خب ما میریم یه کار دیگه انجام میدیم که مفیدتر باشه برای هوادارا. هر هفته می شبکه باران پخش داره. اصلا یه مطلب دیگه می‌نویسیم، پیش بازی می‌نویسیم فلان چیز. آقا شبکه باران گفتی پیش بازی پخش می‌کنیم. گفتی پیش بازی هم که پنجشنبه شب منتشر می‌کنیم دیگه. آره. این بود وارشتا که این هفته. امیدوارم که از محتویات گفته شده تو این برنامه استفاده کرده باشید. پیشبینی خودت برای بازی چیه با ماشر؟ پیشبینی خودم تساوی رو من فکر میکنم.
دوستان شما چی فکر می‌کنید ماشه رو میبریم؟ با یه گل میبریم. شما چی فکر می‌کنید ماشه رو میبریم؟ یکیچ تساوی. دفعه قبل همیشه میگفت یکیچه. نه این سری شد تساوی بیاره. بس میبریم. تا برنامه بعد بدرود. ممنون از اینکه برنامه ما رو در این هفته هم تماشا کردین. به امید پیروزی داماش در هفته آتی و هفته‌های آتی و امیدوارم به فصل برگردیم. تا برنامه بعد بدرود.